یه تصنیف ساده و در عین حال زیبا و ماندگار رو میخوایم از علی تجویدی توی آواز دشتی با هم دیگه توی این ویدیو کار بکنیم که با صدای خانم هایده قطعاً بارها و بارها شنیدیش. مثل همیشه خیلی ساده، قدم به قدم، تیکه به تیکه، کلمه به کلمه، جمله به جمله، هجا به هجا، انگشت‌گذاری درست و اصولیشو برای تار و سه بهت میگم. با هم دیگه بریم بزنیمش رو صفا کنیم. پس اگر آماده‌ای بزن بریم. درود، من رضام. اینجا کانال یوتیوب منه. توی این ویدیو میخوایم تصنیف زیبای رفتم از علی تجویدی رو توی آواز دشتی با هم دیگه کار بکنیم که با صدای خانم هایده شنیدیش. علیرضا قربانی هم بازخوانی کرده این تصنیف رو، اون ورژنش هم احتمالاً شنیدی. توی دشتی مایه لا میخوایم بزنیمش با کوک دو سول ره. با ستار آموزش رو بهت میدم، با ستار نجارزاده. و اگر نکته‌ای وجود داشته باشه که توی تار متفاوت باشه حتما بهت میگم. اولش با یه دو میزان مقدمه شروع میشه. لا لا ره لا، لا لا ره لا، که میتونی هر جفتش رو همزمان بگیری. لا رو با انگشت اول، ره رو با انگشت دوم، که هیچ مهم نیست زیاد. دوباره نو میزنیم، دو میزانو میزنیم. وکال شروع میشه با دو تا نوت سیاه ساده که روی نوت لا با انگشت اول گرفتیم. میگیم که لا 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 لا. این میزانه که دو تا سیاهه و تکرار هم داره، یعنی مجموع میشه 4 تا سیاه. و باش میخوایم بگیم رفتم رفتم. حالا میتونی اولیش رو ریز بزنی، دومیش رو ساده بزنی. اینطوری رفتم رفتم. شروع میشه تصنیف. با انگشت سوم میپری روی نوت ره. میگی که ره دو سی لا. یه حرکت کوچیک با انگشت یک به سمت عقب داریم. بعدش دو سی لا سول. این همون دوباره از لا به سول با انگشت یک میریم عقب. بعدش رو لا وای میسیم. لا. پس شد. میتونی نوتای اول هر میزان و اون چنگ نقطه داره رو با تکریز شروع بکنی. روی این لا آخری هم میتونی یه پنجه کاری کوچولو داشته باشی، یعنی بشیم اضراب میزنی، با انگشت سوم میکنی، بعدش با انگشت دومت میکنی به سول، بعدش دوباره انگشت دومتو میکوبی رو لا. مجموع میشه یه زینت کوچوله. خب شعر بهش اضافه بکنیم. هجا به هجا رفتم و با ره سفر بستم. رفتم و با ره سفر بستم. همین ساختار دوباره تکرار میشه. مصرع دوم شعرش خونده میشه که میگه با تو هستم هر کجا هستم. خب این بخش اسمش A تا B'ه. A خط تیره B. قبلا نه بعدن قراره 3 بار دیگه توی قطعه داشته باشیمش و تکرار بشه. حالا بریم سراغ جمله دوم که میگه سکوت. لا سی دو ره دو سی سیل، لا سی ره دو سی لا سی. عبارت اولش اینه. آروم آروم با هم دیگه پیش بریم. با یه ضد ضرب شروع میشه که میتونی به بم بزنی، هم با تار هم با ستار. با انگشت اولت از روی نوت لا شروع میکنی و یه حرکت میکنی به سمت جلو. لا سی دو. اینطوری از لا به سی با انگشت یک حرکت میکنی جلو. بعدش میگی ره دو سی سیل. تهشو میری به سمت لا، با انگشت یک میکشی عقب. زود نری، اصلا نرفتی هم نرفتی، چون که تو میزان بعدیش دوباره لا داریم، اتوماتیک اصلا اشاره خورده میشه وقتی که میخوای بری سراغ لا میزان بعدی رو بزنی. لا سی
اینو داریم تو میزان سومش. لا سید، یه لا سیاه، بعد یه سی دوی که با خط اتصال با هم دیگه وصل شدن میخونیم سید، که دوباره حرکت به سمت جلو داره اینطوری، چون که تو میزان چهارمش ر رو میخوایم با انگشت سوم ر دو سی لا سی. با این انگشت گذاری بزن حتما 3 2 2 1 2. روی این سی آخری هم یه کمان بزن که از حالت سادگی در بیاد. ریتم رو ببین، 3 لاچنگ به 2 لاچنگ نقطه دار داره وصل میشه، دادام دادام. حتما حواست بهش باشه، اینطوری نزن. اینطوریه. اوکی. خب این 4 میزانو، یعنی عبارت اول این جمله رو یه بررسی میکنیم، دوباره یه جمع بندی میکنیم. لا سی دو ر دو سی سیل، لا سی ر دو سی لا سی. شعرش همین الان بهش اضافه بکنیم. از عشق تو جاودان ما نه ترانه من. خوب دقت کن، یه نوتایی داریم که 2 تان یا 3 تان بابت یک هجا از شعر، اونا رو حواست بهشون باشه. ببین، از عشق تو جاودان، مثل این دان، بعدش ما ند برای سی به 2 ماند ترانه من. بریم سراغ عبارت دومش که میگه سل لا سی دو دو سی لا. بزن بعد از من اینو. حرکت به سمت جلو داشتیم که 2 رو داشته باشیم بتونیم با انگشت سوم بزنیم. بعدش سل لا سی دو دو سی لا سل لا. اینجا هم لا سی دویی که داریم تو میزان سوم بابت یک هجای کل لا سی دوه. ببین آروم بیا بهش شعر رو اضافه بکنیم. با یاد تو زنده ام. آروم اینو بزن. با یاد تو زنده ام. عشقت قط روی 3 تا نوت لا سی دو. عشقت دو سی لا سل لا بهانه من. با یاد تو زنده ام. عشقت بهانه من. این هم شد عبارت دومش. حالا کل این جمله که شامل 2 تا عبارت بود قراره دوباره تکرار بشه با یه بیت جدید. شعر عوض میشه. شعر جدیدش چیه؟ میگه که پیدا شد چو ماه نو گاهی به خانه من. پیدا شد چو ماه نو گاهی به خانه من. آروم بخون باش. پیدا شد چو ماه نو گاهی به خانه من. بریم سراغ عبارت دوم. تاری زد گل از رخت در آشیانه من. دوباره اون سیستم داره پیاده میشه، حواست باشه. در برای لاسی دو یه هجای آ داریم فقط. در آشیانه من. پس تاری زد گل از رخت در آشیانه من. پرونده این جمله بسته شد. بریم سراغ جمله بعدی. قبل از که بریم سراغ جمله بعدی دوباره A B داریم. زمانی که داری ویدیو رو لایک میکنی حواست به این باشه که الان برش دوباره بلافاصله باید بگی که رفتم و بار سفر بستم، با تو هستم هر کجا هستم. خب
خب یه استراحت بکن کوتاه، بریم سراغ جمله بعدی. جمله بعدی رو یه بار اول برات میزنم، یه بار بهش گوش کن، خیلی جذاب و باحاله. چهار میزانه که در جا دوباره تکرار میشه. میگه که لا سی دو، این همونه شروعش و یه حرکت هم به سمت جلو داره. اینجا یه تکنیک داریم. این میزانه رو ببین، خوب بهش دقت کن. از ر شروع میکنی، به ر در واقع یه مضراب میزنی، بعد میکنی به دو. یه مضراب داره، یه تک به دوه. بعد از اینکه این کارو کردی، دوباره انگشت سومتو میکوبی رو ر بدون که مضراب بزنی. پس میشه تک به سه. خب برش هم دو سی لا میزنی، پس میشه ر دور دو سی لا. آروم این کار رو انجام بده. دوباره تو میزان چهارمش هم همینو داریم، کپی همین شده. ولی اینجا تو میزان سوم میگه سول لا 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 سید. انگوش گذاریش هم دقت کن. سولو میتونی از اینجا بگیری، بعد برای سی به دو حرکت بکن جلو. سول لا 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 سید. ریتمش هم دقت کن. سول لا 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 سید. خب میزان دوم و چهارمش هم همونطور که گفتم مشترکه. پس تمام شد، زدیمش. این جمله رو زدیم کامل. شعرشو بهش اضافه بکنیم آروم. میخواد بگه که آهم را می شنیدی. دیدی شعر چجوری روش سوار شد؟ این نوته که اینطوری بود، می شنیدی می شنیدی، اینطوریه. آهم را می شنیدی. حالا سولا لا لا سید به حال زارم. رم روی سید سوار میشه، به حال زارم. دوباره رد دو سیلا می رسیدی. پس به حال زارم می رسیدی. اوکی، جنبندی کوتاه. آهم را می شنیدی به حال زارم می رسیدی. در جا که جمله تکرار میشه شعر عوض میشه. میخواد بگی که نازت را می خریدم تو ناز من را می کشیدی. یه نکته بگم در رابطه با این نوته که الان ما داریمش و چیزی که من میشنوم از ورژن خانم هایده، اینجا میگه که تو ناز من را، اینطوری نمیخونه هایده، میگه تو ناز من را. میتونی اگه خیلی دقیق تر بخوای روش کار بکنی شبیه به ورژن هایده بزنه، بگی لا دو سی لا سید، اینطوری بزن. پس نازت را می خریدم تو ناز من را می کشیدی، اینطوری بزنش. اینو که زدیم بلافاصله وصل میشه به یه ساختار خیلی جذاب و منحصر به فرد که اینه. بیا با هم دیگه بزنیمش. میگه که دور دو
سی دو سی لا سی لا. اولینو بزن. دو ره دو سی دو سی لا سی لا. میزنه ولی یه ضد ضرب داره، میگه سی دو سی. روی سیا یه کمان بزن. خب بعدش همینجا که انگشت دومت روی سی بموله میگی سی دو سی لا سی لا سول لا سول لا سی لا. خیلی ساده، هیچ کار عجیبی نمیخواد بکنیم و یه خورده نرم و با احساس بزنین تیکشو، خیلی نمیخواد قوی و خشن بزنیم. شعرشو بهش اضافه بکنیم، ببین چقدر جالبه. میگه که به خدا که تو از نظرم نروی، چو روم زبرت زبرم نروی. خیلی شعر و موسیقیش جالب و چفت و بست خیلی خوبی داره، خیلی موسیقی خوبی انگار برای این شعر گفته، یا اگر شعر بعداً گفته شده خیلی کلمات دقیق و خوبی برای این ملودی گفته. اصلا همه چی اینه، یه چرخ و دنده تو همه. به خدا که تو از نظرم نروی، چو روم زبرت زبرم نروی. اوکی، بعدش دوباره A B داریم. رفتم و باره سفر بستم، با تو هستم هر کجا هستم. که هیچی، بریم سراغ جمله بعدی. جمله بعدی با انگشت اول که روی سی کرون میشینه شروع میشه با این الگوهای خورده. ریتم اینجا میره بالاتر، ریتم بالاتر نمیره، تراکم نوتا بیشتر میشه. اینطوری سی دو ره ره دو ره دو سی. اینو بزن. بعدش ره دو سی دوس ره دو سی. دوبار اینو میزنیم. بعد شعرش میگه که اگر مراد ما برآید چه شود. اینجا رو دقت کن، ره دو سی دوس همش روی یه هجای یهد چه شود. اگر مراد ما برآید چه شود. مصرع دوم روی همین ملودی. شب فراق ما سرآید چه شود. با انگشت سوم برو سراغ میکرون. میره میر رد دو ره دو می ره دو دو سی سی کرون. اینا که دارن دادم دادم سریع به هم دیگه میچسبن و ترجیحاً با انگشت یک نریم عقب بهتره، یا سه دو یا دو یک. با دو تا انگشت سعی کن بزنیشون. اینطوری. عبارت بعدیش هم بزنیم، بچه رو اضافه بکنیم. ره دو رد دوس سی دو سی ره. تا اینجا سی کرون بود ولی اینجا میشه دو سی سی لا بمول میشه تهش. اونو با مداد خودم اضافه کردم، کتاب انگار فراموش کرده بنویسه. خب بعد دوباره این تکرار میشه. میتونی یه اکتاو بمترش هم بزنی. یه اکتاو بمترش رو بزن، جذاب میشه. شعرش رو بهش اضافه بکنیم. به خدا کس زها لمن خبر نشد، که به جز غم نصیبم از سفر نشد. ساده است تقریبا، چون که یه الگوی ریتمی داره تکرار میشه. نروی یک نفس ز پیش چشم من. اوکی؟ که به چشمم به جز تو جلوه گر نشد.
سفر بستم. برای سومین بار A تا B رو میزنیم. خط آخرش هم که همهش لاه، میگه لا 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 لا. بعدش یواش یواش فید میشه و سرعتش کم میشه و تمام میشه. رفتم 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 رفتم. اینطوری تمام شد. خیلی آخرش پیچیده و سخته. حال حالا یه بار از اول تا آخر کامل میخوام برات اجراش بکنم، ولی این دفعه با تار.